اون بالا باشن زنه باید بره دور اون باید کی رفت؟ پنج تا رفتن بیا این بازی اینجوری خب یکی مسافرش میخوایم یا نه؟ یعنی اینجا هم بنداز آقا دوربینی رو دست بردار خب بنداز زدی یعنی گرفتن خب یا اون ببر باشه. آره من دلیلشو بعداً برای خود خانواده هم میگم، میخوام خودشون یه خورده احساس اعتماد به نفس به دست بیارن. آره چون خیلی هاشون تجربه دریا ندارن، میخوام خودشون باشن فقط. گروه دوم آمدن بچه‌ها. این 5 نفر که رفتن 5 نفر دوم فرستیم برن. خب همون نوری 5 تا دیگه بیار اضافه بکن بیم. خب کیا دفعه اولشونه دارن میرن دریا؟ خب دریا میری ها چه کار میکنی؟ پدلبورد اینی که اینجوریه. الان سوار میشیم دیگه. پدلبورد رو نداشته باشیم. اول قرار برید اینو سوار شید، بعدش برید پدلبورد سوار شید. تازه اینجا رو داشته باشید. این رو همگی با هم بریم سوار شید. دست جمعی. آره. این. کدومو؟ اونو نه، اون باید یه نفری سوار شید. هر کی تونست اونو سوار شه بره خوب بره و بیاد، جایزش بعد اینه که سوار این بزرگه بعدش. اول کدوم؟ چرا کنید؟ نه اول بعدش نیست. زرنگ
کامل رو بزنید، باید بره دور اون بویا رو بزنید، دور این چیز زردار رو بزنید، به از اون بالا دور بزنید، بیاین داخل دوباره. آره کی رفت؟ هر کی اول بتونه بره دور بزنه برگرده یه جایزه خوب پیش من داره. باید بره اون بالا تنظیم بکنید، بتونید بری اون بالا دور بزنی برگردی. نفر اول خب مامانا دارن تقلب می‌کنن. بلش. خب 2 نفر پایینن، 3 نفر دیگه هم بیان پایین. شما که آقا پسر بله شما بیا. نفر دوم هم بیا. اینجا مراده باشه کسی میاد. برو تو هم برو. تو میتو جلو. بیا از اینجا برو. باریکالله. خب بقیه هم بایستین تا دونه دونه بریم. خب نفر اول از بویه دور زده. باریکالله. حالا باید بیاد سمت ما. بیا. بیا اینجا پیش ما. نفر اول یارتا برگشت. یارتا سر تو مراقب باش. تو باریکالله. بچه‌ها به یارتا بدونیم حق بیادم. نفر اول رسید. ما بچه بودیم چقدر عددام کم بود. کمه دیگه. نه میخوام یک بار یک نفر داخل آقا کیه پایینه؟ آقای بابا خان اسمش چیه؟ الان بازم میخوای بریم دیگه. یه گوچه به 500,000 تومانی جایزه بردی. اول اومدی بالا. چطوری بچه ها؟ نفر دوم هم بعد بهش جایزه میدم. خب بیا بالا. بیا بالا باریکالله. خوب بود. بیا اینجا. بیا اینجا نفر اول. دفعه اولت هم بوده دریا میرفتی. بیا بگو چطوری بود. مامان چون که همین که داریم موجا رو هدایت میکنیم و خود تو هم رفته بودی؟ بیا تو موجا میرفتیم و خیلی باحال بود. دیگه کی بوده اومده؟ کی از دریا برگشته؟ بیا دفعه اولت بود سوار میشدی؟ باحال بود. آزه هنوز اون باحاله نرسیدیم. اون باحاله اینه که اینجاست. ممکنه همه چیز ممکنه. خب خب چقدر دیگه موندش؟ تو که رفتی علکی میدونی باید دست رو قرآن بگیم. سه تا تو چرا جلیقه نداری؟ نخون بعدا کنیم بزرگ هستم. بیا بچه اونایی که از دریا اومد اونایی که آب میخوان بیا. یواش 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 یواش.
خب بقیه بچه هایی که کایاکی بودن سوار شد. رفتی شما آقام خوردی؟ اونایی که کایاک رفتن باید خب چند نفر دیگه موندن؟ 3 نفر 2 نفر. اسمت امیده؟ برو امید همینه برو خدا رنگاره امید مایی صدا امید هم داره اونم میخوایم بریم امید دست جمعی میریم 10 نفر میریزیم روش میریم وسط دریا تا بریم مهمانی بیریم داشته خب بچه‌هایی که پدل بورد کایاک سوار شدن بیاین بالا بیاین بریم ببینیم وضعیت این بیکار نمونید شما بیکار ببر شوخی میکنم چه یاد خب آقا بازی اینجوریه هر کی 3 تا از 4 تاشو انداخت اولین نفراییه که سوار این بورد بزرگه میشه دیگه حالا خودتون میدونی برو اونایی که برنده میشن بعد بیان اینجا وای میسن برو 3 تاشو باید بندازی خب دومی خب تو دیگه اصلا حذف زود هنگام شدی خب تو هم حذف شدی دیگه حذف زود هنگام نفر بعدی بیا بردار او حداقل یکی از اعتبارت حفاظت کرده خب یکی حذف شدی نه نشدی حذف شدی خب بعدی بیا فعلا هیچ کسی سوار پدل بورد نشده 3 تا از 4 نشد اونی که دیگه 2 تا ننداخته کارش تمومه خودش اصلا بره سوار ماشینش بره خونه شون نه آره ساین کمکی بهار میکنیم آره باشه از اون زیریا در بیاد آفرین بهار آفرین خب تو خودت بیا بذارین بچه ها اسمت چی بود؟ امیر حسین یه بار دیگه هم بندازه امیر حسین برو بردار ماستاتو خب نه من که نگفتم بنداز که وایسا خب بچه ها فکر کنم خیلی چالش سختی دادم آره؟ بله خب اصلا دیگه نوبتی نیست هر کی فکر میکنه آقا میخوام یه خورده راحت ترش کنم 2 تا از 4 تا خب یکی دیگه بنداز 2 تا تو بیا اولین مسافر پدل بورد در اومد یکی انداختی آقا میذاشتی نرفتی الان فکر کنم اون زیریا رو هم در بیار اون زیریا رو پدل بورد ولی یادت باشه اولی رو که انداختی تو هر کدوم نشست این رنگا بقیه رو هم باید تو همون رنگه بندازی
گناه داره؟ یه توصیه داره بودن گناه داره. بنداز. خب بنداز. نه من تئوریم خوبه. بنداز. نه هر رنگی انداختی. خب هیچی. بنداز. خب 500 تا یه 100 تا بندازی کار تمومه. 100 تا هم بندازی کافی، یعنی اینجا هم بندازی قبول میکنم. آقا دوربینی رو زدی. خب نفر بعدی بذار اینا رو من در بیارم. خب بیای نفر از من بگیره اینو. اون یه دونه هم اونجاست بردار. خب بنداز بعدی. ببینیم این ویزای کی اول در میاد. خب 200 تا. واو. خب هیچ. یعنی گرفتن ویزای این قایقه از ویزای آمریکا هم سخت‌تر شده. خب باریکلا. خب بعدی بنداز. آقا اصلا هیچی. 400 امتیاز. خب نشد، بیا بعدی. خب بعدی بیا 3 تا رو بردار. یه دونه بنداز. تو هم بیا تو که بودی از قبل بودی دیگه. من چیکار خب کشتی میخوای حرکت بکنه. خب حتی میخوام براتون یه پوز دریایی بزنم. خب گوشاتون رو بگیریم. گرفتیم. یه بار دیگه بزنم. من چرا بوق میزنم اونا جیغ میزنم. حتی اینجا داشته باشید. اینجا اینم مربی شیطونه. آقای شمالی یه بار دیگه. آقا تو کیا رفتن راستی؟ چطور بود؟ چرا؟ نمیرم به خودتون مقار رو بزنید. آقا تو بعد از بود تکی و سوار نشدید. خب؟ بچه های گروه که میخوام برم باید صبر بکنن و بیا کامل برگرد.